به اینجا رسیدیم در شب‌های گذشته که سیاوش با سپاهی گران از اقوام مختلف ایرانی و کابلی و هندی همراه رستم از زابلستان برای نبرد با ترکان روی به جیهون نهاد. چون به خاطرتون هستش که روی جیهون رو گذاشته بودن، از جنوب جیهون مال ایرانیان و شمال آن طرف جیهون که بهش میگن ترانس اوکسان، ماورای اون نهر، تو زبان انگلیسی و اروپایی ببینیم میگن ترانس اوکسان. ترانس اوکسان مال تورانیان، مال ترکان بوده، این برای جیهون مال ایرانیان بوده و اینها آماده شدند. سیاوش رفت اول به زابلستان، یک هفته چند هفته با رستم به بزم مشغول بودند. خیلی جالبه که ایرانی ها هر موقع میخواستن رزمی رو شروع بکنن قبلش بزمی داشتند، روحیه بگیرن، خیلی خوبه. و بعد در اونجا می‌بینیم که همسر مادر رستم هم که کابلی هستش و از نواده های ضحاک رودابه. بنابراین تمام اقوامی که در اون منطقه بودن همه کمک کردند و سپاه گرانی فراهم شد و اینها روی آوردن به نزدیک طرفای بلخ، رفتن به طرف جیهون و پیروزی هایی به دست اومد. و گرسیوز که برادر افراسیاب بود وقتی پیروزی ها و دلاوری های ایرانی ها رو دید، گزارشی کرد پلوی کیکاووس از این دلاوری ها و داستان به این شکل هستش که اینها وقتی که راه افتادن به طرف بلخ و به طرف جیهون، کیکاووس به اینها گفته بود که شما این پیشتر نرید، صبر بکنید تا اونها خودشون حمله بکنن، چون کسی که حمله میکنه ضعیفه. شما وقتی که در سرزمین خودتون دفاع میکنید آشنایی بیشتری دارین. بنابراین اینها گفتش که اون طرف جیهون دیگه در این پیروزی هایی که این طرف به دست آوردن و سپاه ترکان رو به اون طرف جیهون روندن، همونجا قرار بود که بمونن به دستور کیکاووس تا افراسیاب خودش بیاد این طرف. مطمئن بود کیکاووس که افراسیاب با لشکر گرانی فراهم میکنه و میاد به استقبال ایرانی ها در این ور جیهون و گفتش که در اونجا شکستی به افراسیاب بدین. از آن پس که پیروز و اینا نامه‌ای که نوشتن به کیکاووس پیروزی هاشونو گفتند که ما در چه جنگ های پیروز شدیم. از آن پس که کیکاووس جواب داد از آن پس که پیروز گشتی به جنگ، به کاراندرون کرد باید درنگ. حالا که پیروز شدی نباید خیلی بری جلو. این اشتباهی است که خیلی ها کردند، وقتی در یه مرحله از جنگ پیروز میشن فکر میکنن که تا آخر باید برن و این کار الزاما صحیح نیستش. شما باید ببینید که تا چه حد شما توانایی دارید. این اشتباه رو کردند. بعدم شما ببینید که در تاریخ ایران چندین با این ماجرا رخ داد. زمان سلطان سنجر اینا پیروزی‌های به دست آورد. با سلطان سنجر خیلی ادعای بیشتری داشت، رفت تا سرزمین ترکان قوز و اونجا شکست خورد. در حال اینجا هم کیکاووس بهشون گفتش که جلوتر نرین. از آن پس که پیروز گشتی به جنگ، واسه سیاوش نوشت به کاراندرون کرد باید درنگ، نباید پراکنده کردن سپاه این برون بر بفرستی پراکنده میشه و نیروش کم میشه. نباید پراکنده کردن سپاه، بپیمای روی و روز و برآرایگاه. به این اشتباهی هستش که حتی شما میبینید که هیتلر کرده، اشتباهی است که ناپلئون کرده. ناپلئون خب پیروزی های به دست آورد ولی رفت گوش ما باید بریم حالا تا خود مسکو رو بگیریم. ببینید که چه بدبختی هایی، به جای اینکه صبر بکنن در اونجا تا مسکووایت ها بیان، یعنی اهالی روسیه بیان و شکستشون بدن، در اونجا رفتن در سرزمین سرما، هیچ آشنایی هم نداشتن و اونها هم مسکو رو سوزوندن و رفتن عقب
و اینا رفتن مسکو، دیدن که مسکو داره میسوزه، هیچی هم نیستش، نه آذوقه‌ای در زمستان هم نزدیکه و شروع کردن به برگشتن. در برگشتن هم روس‌ها حمله بهشون کردن و از طرفی هم ترک‌ها هم همینطور حمله کردن. سپاه ناپلئون شکست خورد. شکست هیتلر هم در استالینگراد شما ببینید که کم و بیش زایده همین اشتباهی است که کیکاووس نصیحتش رو کرده به سیاوش. نباید پراکنده کردن سپاه، بپیمای روز و برآرای گاه، که آن ترک بد پیشه و ریمن است. پیشش بده، ریمن هم هستش. ریمن نبودش به گیتی یکی دشمنا، بجز بدگوهر ریمن آهرمنا. یادتونه در ماجرای کیومرث وقتی که اومد سر تخت و بختش برآمد ز کوه، هیچ دشمنی نداشت مگر یه دشمن داشت، اونم اهریمن که ریمن بود. ریمن بود یعنی پلید بود. مگر بدگوهر ریمن آهرمنا. کان ترک بد پیشه و ریمن است، که هم بد نژاد است و هم بدتن است. هم نژادش بده و همین که هم تنش هم خیلی اشکالاتی داره، یعنی که به این سادگی نمیشه زمینش زد و مشکلاتی داره در شکست دادن افراسیاب. و این ماجرایی که بد نژاد است، این قدیم در بین اقوام بوده، چون خدمتتون عرض کردم که نژاد پرستی یک ایده آرکائیکه، قدیمیه و چیزایی که مثلا دیگر الان به درد نمیخوره. خیلی چیزا بوده که قدیم بوده ولی الان با ظهور تمدن جدید دیگه الان موضوعی نداره، سالبه به انتفاع موضوعه. چون قدیم مردم نژادهای مختلف داشتن و بعد با همدیگه زندگی میکردن و وسایل ارتباط جمعی هم به این شکل نبود و اینها در گروه خودشون که بودن امنیت بیشتری حس میکردن. بنابراین اینها زینوفوب بودن، یعنی که از کسانی که غریبه هستن میترسیدن و این ترس به صورت دشمنی یواش یواش تجلی میکنه و هر کسی رو نمیشناسن میگن بد نژاده، نژادش مثل نژاد ما نیست. ولی این ماجرا دیگه تموم شده. امروز مردم دنیا همه یه جزیره هستیم، یه مسئله داریم، یه اتمسفر داریم که اگر که خراب بشه هممون توی یه کشتی هستیم و این کشتی با هم دیگه غرق میشه. بنابراین این مسئله نژاد پرستی یه موقعی در اقوام ابتدایی بوده، بعد دیگه از بین رفت. حتی پیامبر اسلام وقتی که اومد اولین کاری که کرد گفتش نژاد پرستی رو بذارین که اینو گفتن همیت جاهلیت. دوره جاهلی همیتایی داشتن، از جمله که نژاد پرستی اینها داشتن و گوش که اینها مال دوره جاهلیت. بعد از اون دوره اسلام جاهلیت رو بعد بذارن کنار. یکی از چیزهای جاهلیت همین نژاد پرستیه که بوده. یعنی دوره رنسانس فلاقه شما ببینید که با اسلام شروع شد. بعد این رنسانس مشعلش رو که پیامبر اسلام روشن کرد وقتی گفتش که دنبال علم برید حتی اگر در چین باشه. کسی که خودش امی بود اینجور تبلیغ دین میکرد و گوش که طلب کردن علم فریضه است برای هر مسلمان مرد و هر مسلمان زنی. و اون کسی که گفت ز گهواره چنین، فردوسی میگه چنین گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. اون موقع رنسانس شروع شد و شما می‌بینید که در سده‌های اول اسلام چقدر پیشرفت در ریاضیات و مثلثات و غیر ذالک انجام شد و بعد این علم منتقل شد به اروپا و بعد در اروپا ادامه پیدا کرد. همه اینو میدونن، یعنی اینکه کار کپرنیک و اینها دنبال کار خیامه، چه در ریاضیات، چه در شیمی و تمام اینها، چه در تشریح، چه در پزشکی، تمام دنبال رنسانس با اسلام شروع شد. و رنسانس نه تنها رنسانس علمی بلکه رنسانس اجتماعی. حرفای اجتماعی ضد نژاد پرستی، اولین کسی که اومد در مورد حقوق زنان صحبت کرد پیامبر اسلام بود که حق داد بهشون، گوش که حق مالکیت دارن، مال خودشونه. حالا هر جامعه کم و بیش داره ولی مال خودشه و ارزم به حضور شما حق داره قرارداد امضا بکنه برای ازدواجش
چگونگی ازدواج رو تبیین بکنه. شما این تا 60-70 سال پیش در انگلیس زن حق مالکیت نداشت، یعنی پدرش که میمرد تمام اموال میرسید به پسر. همین نزدیک دور نمیخواد بریم، همین نزدیکی ها 60 سال پیش. خود کانادا همینطور حق مالکیت نداشت، یعنی که نمیتونه مالک خونه باشه، باید به اسم یک شوهری باشه یا اسم برادرش باشه. چه در حقوق زن چه در حقوق ازم بود شما انسان، حقوق بشر، شما ببینید که البته قبل از پیامبر اسلام کوروش کبیر هم این صحبت رو کرده، ولی فراموش شده بود. گهگاه هر پیامبری، هر انسان بزرگی که می آمد این حرف‌ها رو میزد،